سلام دوستان عزیز، خوش اومدی به ویدیو بمب دیگه از چنل پیجی. امروز اومدیم برای برنامه عالی که پینگ و ریجستر خیلی عالی بهتون میگه. پینگ 20 رو میده بهتون، پینگ 32 بیز. اگر اینترنتتون خیلی خوب باشه پینگ 20 رو بهتون میده. آقا بریم گیم پلی رو ببینیم، بعد داخل گیم پلی بهتون توضیح میدم برنامه رو و بعدم خود برنامه رو بهتون نشون میدم، روش فعال کردنش رو بهتون نشون میدم. حالا بریم گیم پلی رو ببینیم چی میشه. Watch out!
که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی. آقا یه توضیحاتی بدم درباره همین برنامه که پینگ 20 رجیستر خیلی عالی بهتون میده. آقا این برنامه هم پینگ 20 بهتون میده هم رجیستر عالی. حالا پینگ من میبینی 32 36 و 24 و 20 هم میره. مال من نت مخابرات مودمه برای همین اینجوریه، وگرنه ایرانسل و وای فای خیلی عالیه. پینگ 20 کامل بهتون میده. آقا رجیستر بهتون میده پینگ 20 FPS 90 و لگ خیلی خوبی هم میگیره. واقعا لگو خیلی کارش میده، کارش لگ خیلی عالی است. و آیپد ویو هم بهتون میده. آیپد ویو منو که دارید میبینید توی بازیه، این دارم بازی میکنم دارید میبینید. آیپد ویوش هم نسبتا خوبه، نه دوره نه نزدیکه، خوبه واقعا. آیپد ویو خوبی است. حالا برنامه رو آخر ویدیو بهتون آموزش رو بهتون میدم. سلام دوستان، این برنامه است.
حالا برنامه اسم FPS 90 میتونی روی مایکت هم دانلود کنی، ولی روی مایکت بوزه ثانیش نمیاد و روی فرودگاه دانلود کنی خیلی بهتره، چون اونجا بوزه ثانی این سیزن جدید یخی است که پابجی موبایل منتشر کرده. آقا برنامه باید اول بریم نسخه پابجی موبایلمون رو انتخاب کنیم، یعنی یا پابجی کره است یا پابجی گلوبال. آقا ما پابجی گلوبال انتخاب میکنیم، قطعا ما پابجی گلوبال بازی میکنیم. پابجی گلوبال انتخاب میکنیم، دو گزینه برام میاره، یکی بالا FPS 90 FPS 90 و لگه، پایینم آیپد یو و FPS 90 ولی لگ و کاهش نمیده، فقط رجستر و پینگ 20 داره، هر دوشون پینگ و رجستر 20 دارن هر دوشون. حالا ما هر دوشون رو میزنیم، هر دوشون همزمان میزنیم. اول آیپد یو رو یک بار میزنیم، بعد سریع میریم FPS 90 رو میزنیم مال بالا، هر دو رو آن میکنیم. بعد شما میتونید دو بارم بزنید که مشکلی پیش نیاد. آقا یه مروری بکنیم، اول میریم نسخه پابجی رو انتخاب میکنیم، بعد مال پایینی یعنی آیپد یو رو میزنیم، بعد بالا رو میزنیم، دو بار میزنیم که مشکلی پیش نیاد. آقا خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید تا آخر، حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی دیگر، خداحافظ.